سلام هموطنان گرامی، اینک ما به نقطه نهایی این آشوبگران رسیدیم که اینجا که میبینیم چندین تانک‌ها در اونجا قرار دارند و پلیس کلا اینجا را احاطه نموده است و ما امروز شاهد انقلاب و تبدلات گشتیم که نصف روز هم دوام نکرد و این را از نظر کارشناسان این را تبدلات حقیقی و انقلاب حقیقی میگویند که چنانه که شاهد هستیم تبدلاتگران تمام جاهای مهم، نقطه های مهم دولتی را اشغال نمودن، از آن جمله اتاتورک، ایرپورت اتاتورک و چندین تلویزیون ها و دیگر نقطه های مهم کشور را غصب نمودن که عیناً این را میگویند تبدلات و مردم هم چنانه که میبینیم از آن عشق و از آن محبوبیتی که برای رئیس جمهوری خود دارند و به خاطر حفظ مرز و بوم وطن خود همگان به بیابان ریختند و این تبدلات را خاتمه بخشیدند و امروز عملیات ضد آشوبگران ادامه دارد و طبق اخبارهای اخیر عین حال در انقره نیز عملیات مردمی و نظامی علیه تبدلاتگران ادامه دارد و این نقطه نهایی می باشد که ما در اینجا قرار داریم و از ما علیه خبرنگاران پیامنت 15 کیلومتر راه را طی نمودند تا به میدان هوایی اتاتورک حاضر شوند و چون ما از نواربردار خود خواهش می نماییم که هرچی زودتر به وارد این میدان هوایی گردند و ما تیزتر از واقعیت خبردار شویم تا در داخل چی می‌گذرد. هموطنان گرامی، چنانه که میبینیم اینجا مردم علیه فتح خود را جشن میگیرند و اینجا در درآمدگاه فرودگاه اتاتورک موسیقی گذاشتند و همگان خرسندی میکنند. برکتی مردم ترکیه پیروزی خود را جشن میگیرند و بالای آن ماشین های حربی که از جانب مردم قصد کرده شد، آنها بالای آن ماشین ها خرسندی میکنند.
Geri geri.